بله بله یا خوبم سلامتیم بخیریم بفرمایید آه خوبه باشه خوبه شب یا صبح باشه خوب است ساعت خوبه باشه باشه انشالله حتما ساعت 9 بجه بخیر حاضرم باشه فعلا خدافظ اینه به خیلی خوشی خوب شد که به خیلی خوشی سبا بیکار بود و مانی همیته شد عباس جو بله عباس لانا بیا اینجا معذر الله خوب سلامتی بابا شکر میگم تو یک کمری به من بیار خب چی بیارم؟ یک کمری به من بیار پیدا کو بیار خب کامری از کی بستونم؟ دیگه بیار که برم بخیر به فیلم برداری از ما مشاغل بستونم از ما مشاغل دفعه از اون بستونده بودم فیلم برداری دارین؟ فیلم برداری مثلا بخیر ساعت 9 بجه به روزه بطالار؟ بطالاره زن برار چند نمیدم شما؟ فیلم برداری والا چی بگم دیگه یا مبلغ ناچیزیه همون 1000 میدم 500 مگر کرایه کامره رو بدم 500 هم میمونه به خود خب مگر به برار تو بگم که به من کمره بخصونه نمیشه ایت به خدا به دیگه کس باشه برم کامره بستونم زودتر بیایی خب که من چی کنم آمدگی خب بگیرم بخیر خوشی این کارم که باشد بخیر دیگه آخش تو سیک نمی کورتی خور من نبرده بیدم امرو از صبح تا حال چلاخ شدم به مخونو کیا امرو باز بارم 100% امشب و محتر بارتر میشه من میفهمم میایه عباس کجکی یک پیاله چای بیاره که شاید من برم نماشم خفتن به میدون بار این کامره اینجا چرا این از کی نه ای برای چی مایه عباس بله بله تو بیا این کامره بگیر میده ها کامره این کامره این لحظه ببره برگزا این میفهم کجا بردم نه بگذار سر جایو سبا زن شما گفتک خاطر فیلم برداری کنم ما مشاغل با کینه چرا ای با پسمو کاره که قدیم دیشته که انو نمزاددار نشده بوده که به خونه پیر خوب بوده که فیلم برداری میکن یا آرایشگاهش یا به مکتب میره خود چی فرق میکن لغمانونو به خوب پیدا میکنه درسته هر وقت برار خور بگردم خدای پاک برای تو زنی بده بفهمیدی هر وقت که تو زنی دیشتی به خونه خواه وردی اور فیلمبردار هم استاد که آرایشگر هم استاد که تکسی هم رجوع بخر که بره کلر کشی کنه بفهمیدی به مکتب خواهم بره نه دیگه زنی که به مکتب را هیچی فایده نداره اگه به آرایشگاه را هیچی فایده نداره اگه فیلمبردار شد به هیچ عنوانی تو وقتی چه خود صدامو میره ببینی وقتی کاملا کاواله بر میدنی میبینی بده فقط شهر خریبزه فیلمبردار من به روز اول بگفتم که من اجازه نمیدم زنی که به فیلمبرداری بره به تطالار بیا مونده نباشیم خب زنده باشیم میگم ترکو نمیفهم چی بگم به چی لفظی به تو بگم که بفهمی خب بگید من صحبت نکردم وقتی که من نمزاددار بدم مثلا نگفتم که مثلا فیلمبرداری و آرایشگاه و رد مکتب یله کنی اون چیه اونجا گذاشته خب کامره دیگه خب کامره ای که میگم من برفتم چون اما ما شاگل اشو عمه میستونده خب حال چه کار میشه که برم فیلم برداری برم خب روز اول که آقام به شما بگفتم همین شغلی نداره آرایشگاه و همین فیلم برداری و اینا
خب دیگه خب چی فرق میکنه؟ 500 مثلا 1000 میدم، من 500 کرایه کامرار میدم، 500 دیگه میمونه. حداقل بم خونه یک چیز آدم خرج میکنه. چیکار نمایه ایشته نمایه. نمایه خدای پاک ما رو پیدا کرده روزی ما رو میده. خب اونجا که مرتکا که نیست زنکای دیگه. هم زنکا باشه. شما اشته گپا میزنه. و پیش امی دومات به تالار میای چند نفر میایه؟ من میگم تو بگو به رقصیده چند نفر میای بیگونه. خب بیاین که من که چادر اصلا دومات هیچ فکر کنم اینجا به می تالار یک زنکای عروس یکه. همین که من نمیبینم، همین ایجاب کرده. ایجاب تو من میفهمم. نه چی معنی میده که زن بره کار کنه؟ اشته ای بابا شما اشته گپا میزنه. چی معنی میده که زن بره درس بخونه؟ اشته معنی نمیده. خیلی هم خوب آدم من درس بخونه، دکتر میشه، درس بخونه، انجینر میشه، درس بخونه. ایت کنه که ایگا پا بلا از من نمیخوره وقتی عباس از هر کس میتونی وقتی کامل مرتکب نه میبره. عباس بشی سرجاخ مشتانم برو مال من دادم تا کوچه گیرونه وقتی گیرونه در 15000 کامل برو چی کامل میگی؟ وقتی برو مودو دستی ما برو بده به دستیو برو میگم عباس بشی تو مگم میگم دیگه اگه تو دیدم کارایشگاه وا کردی تو چی میگم برو بشی یک دقیقه بشی عباس جو گپ میزنم آخه پیش از پدر پیش از مادر بده بخی برو میگم گپ مرگوش گیریم من سبا برید ما آل به خاطر چی آوردم نه آوردم که شما به سر صدا کنیم یا به خاطر به عباس گفتم برو کامرا بیا به خاطر از اینکه سبا نو بجه من فیلم ورداری دارم من میگم به دا بجه برو من میگم نمیگذارم که تو بری فیلم ورداری کنی به تا تالارا اگه به گپ میفهمی یا نه به گپ میفهم سعی کنیم همه پول که من میارم باش کنم بود نه لالا نه خیلی شما این کارو نکن شما یک دقیقه بسته که چه کارا میکنم به خدا دیگه عباس چه کار کنم آخه من کار نکنم خب تو هم کار میکنی خب میشه دیگه چیکار کنم برو نه آبو برد دیگه چه دیگه کارا میکنه خب یک دیشه میرفتن عکس بایی هم دیگه اشته گپا میزنی خوبه دیگه دل شما یخ کد برد من میرم میدون بر تاشون بار تعمیر کنم سرده لایوسله خور ندارم مونده علا کن برو به من کمی چای بیار چای هم مایم بده وخی تالار مالا رو نری که من بعد میآیه وخی خب تا من زنکایه وخی بابا من میگم مادر بابا چه وخی چه همه کشم جغه بکشم ببینی من میت آدم گندیم من فکر کن گویم گو شطوره بدیدی شطوره فکر کن من شطوریم میگم روز اول من خودش ما پیسه نه بالایشگاه میرم جه نداری نه میرم برو بله داده خوب هنی گوشی بیدو دست بابا کینه داده قبله بله دختر اشتنی سیار خوبی شکر چرا گریه میکنی؟ خوب اشتباه میکنه بد میکنه که تو میگردونه بابا خوب دختر خوبه گردون من روز اول خودینو تایید کردم که بعد مکتب خوب بری براشگیری خوب بری ساکو فیلمبرداری خوب کنی حالا پول پیدا میکنی به من پیدا میکنی یا بزو پیدا میکنی حالا خودم کجا گوشی بده دست ده نیه بخونه انا حالا میام بخونه میام خداحافظ انا حالا میام بخونه بگی گوشی خود کی به خپل رد کرده خو وقت هم بیا بله یالا یالله میگو برو تو خوار خود صدا که یک دقیقه چشم بله بابا شنه دختر دسته که در خونو که شنه یا جورا خوبه این با چی زنگ دادی کار داشتی ها بابا چی نگم این سردرد نیم و بس که گریه کردم چره
چی دیگه همه گیلک دیگه من نگداشتم برم به فیلم برداری انا عباس گفتم کاملا پس ببر بده به شاکل بده انا من نمیگذارم برم نمیگذاره نه سامیت گیده کده سر ما بدر دادم آخر زنگ زدم به شما بیایم خودی از اینا گرد زن بابا مگر روز اول خودی از این توافق نکرده بودیم که من رد آرایشگاه و فیلم برداری خنال یاله نمیکنم این شغل منه من روز اول گفتم دیگه پا میزنم هم روز اول که حساب من خراب روز اول که اینو خود اینو قرار گذاشتم گفتم دخترم آرایشگاه هم داره مطب میره فیلمبردار هست اینا گفتن خیره گپی نیه خب حالا باید چیکار شده که با نمیگذاره تو من چی میفهمم من ای بابا امروز نمازدیگر من چی کردم من امروز چی شد دست خودی عباس کامل ببرد حالا خودی بالاخره کجا؟ گفتم یا میشکنم یا ببر ولی خود کجایی خود چی میفهم بنده میدون باره به میدون رفته آره دیگه به اون جای دیگه غیر از اونجا دیگه جای داره که بره همون جای الان من چیکار کنم بابا خودش من خیره دیگه ولی که زد کده نمیگذاره نه رو دیگه یالا کنه آدم یعنی چی بابا خب من از خود هم کمی هر کس که خوش داره شغل داشته باشه من با کجا میبرم به خونه مادر خود نمیبرم به خونه شما آوردم یک روزه نه خب من خونه میارم حالا خرج من میکنم. دیگه تو پس نگفته چیه که به خونه که من میاری نمیارم؟ پول که پیدا میکنی به یک روز 500 کی میده شما به خدا حالا من چیکار کنم من چی میفهم خود اینا گپ زنن دیگه چی میفهم یا گپ زنن وقتی که من تو زد کده حالا چیکار میکنی هم من نمیگم تو زد انا زد کد کنه فردا مثلا نمیگذاره زن خواهی میرو بره من چی میتونم بره بگم خیلی غمی نداره نمایی ها چی غمی نداره نمایی به حرفشی خوب بکن میگم کجی خوب میگم نمایی بری میگم دختر خوب گرد امیر با تو میگم کان فردا همین پخو هم اردی پخو هم یک کش کده که من به مطابق دارم که برای این فردا مثلا براشگاه مقدارم که برای این فردا مثلا آرایشگاه به خونه من آرایشگاه خلاص کردم خونه آرایشگاه ما خود گفتم اینا خوش باش سکن بابا ما آرایشگاه به سر کوچه بود خب من بیا آوردم من طبق پایین میفهمم که خونه پایین ما خود فارغ کردم آرایشگاه تیار کردم خب بعضی خانه ما میام میگم اونا رو آرایش میکنم گفتم خیلی دیگه به سر کوچه دیگه در راه دور نمیرم خیلی دیگه که زد کده نمیگذاره دیگه خیلی دیگه برف گفته شو خوب کنه دیگه دارم جنجال نکنه کجا و اینا سر نماشه میرم دیگه به خونه میرم خب بشینین دیگه نه زنده باشین دختر گدشتن نون بخوریم بابا نه زنده باشین خدا خدا حافظ سلام بگی مادر مینا سلام بگی کجا مادر نه